پرونده قاتل سریالی بزرگراه کرج. امید برک اسمی ترسناک اما آشنا برای مردم کرج تو دهه 80 یه قاتل سریالی مخوف بود که جون قربانیاشو پس از تجاوز به شکل هولناکی می‌گرفت. در این پرونده قراره درباره کسی صحبت کنیم که گذشته دردناکش انگیزه اصلی جنایت‌های وحشتناکش شد. سلام به همگی، خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از کانال مرز جنون. توی این اپیزود قراره پرونده قاتل سریالی بزرگراه کرج مردی به نام امید برک رو با هم بررسی کنیم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. امید در سال 1365 توی قزوین در خانواده‌ای که مشکلات فراوانی باهاش مواجه بود متولد شد. پدرش مردی خیانتکار بود که با مادر و دیگر اعضای خانواده به قدری درگیر مشاجره بود که به ندرت به او توجه می‌کردند. همچنین وضعیت مالی نامناسب خانواده باعث شد که امید در 13 سالگی مدرسه را برای همیشه رها کنه. در سال 1383 امید به آستانه اشرفیه نقل مکان کرد. توی اونجا با دختری به نام ساحره وارد رابطه شد. اما اولین پاشنه آشیل شخصیت امید برک که اونو به سمت تبدیل شدن به یه قاتل سریالی سوق داد زمانی نمایان شد که مشکلات مالی اونو به عنوان یک مسافرکش راهی خیابونا کرد. روزی امید زنی رو به عنوان مسافر سوار کرد. توی میونه راه تصمیم گرفت که برای کوتاه‌تر کردن مسیر از میانبر استفاده کنه. اما زن که احساس خطر کرده بود با فریاد از ماشین پیاده شد. مسافر زن شکایت کرد و امید بازداشت شد. این حادثه به شدت رو ذهنیت امید تاثیر گذاشت، به شکلی که تنفر عجیبی از زنها پیدا کرد. اولین قتل امید برک درست پس از آزادیش اتفاق افتاد. مسافر زنی رو به محله دور افتاده کشوند و پس از تجاوز اون رو خفه کرد و همون حوالی جسدش رو رها کرد. دومین قتل هم به همین شکل در لنگرود اتفاق افتاد. جسد زن دیگه‌ای پس از مدت کوتاهی به شکلی که خفه شده بود توسط پلیس کشف شد. امید بعد از اون دو قتل اول به همراه همسر ساحره به کرج نقل مکان کرد تا شاید زندگی جدیدی رو شروع کنه. اما این آتش به خون آلوده شده امید برک رو تبدیل به یک هیولای ترسناکی کرده بود، به شکلی که به مدت 1 سال هر ماه جسد زنی خفه شده توی حوالی کرج کشف می‌شد. در کمالشهر، قزلحصار، کیانمهر. در طول 1 سال جسد 8 زن که به اونها تجاوز شده بود و با پارچه خفه شده بودند توی نقاط مختلف کرج پیدا شد. پس از پیدا کردن جسد 8م تحقیقات شدت گرفت و بررسی تماس‌های تلفنی قربانیان منجر به شناسایی راننده‌ای به نام امید شد. هیولای تشنه به خون بالاخره دستگیر شد. امید برک که مطمئن بود دیگه راه فراری نداره به تمام قتل‌ها اعتراف کرد. اما در کمال تعجب ساحره همسرش رو نیز همدست خودش معرفی کرد و گفتش که اون زمان که قتل‌ها رو مرتکب می‌شده ساحره طلاها و اقلام دیگر قربانی‌ها رو می‌دزدیده و به فروش می‌رسونده. حالا هیولای کرج در آستانه محاکمه بود. پس از اتمام جلسات دادگاه امید برک به جرم 10 فقره قتل به 10 بار قصاص در ملأ عام و همسرش ساحره به جرم معاونت توی قتل‌ها به 7 سال زندان محکوم شد. امید برک قاتل سریالی که توی زمستون بهمن 1389 توی میدون قدس کرج اعدام شد. خب دوستان، این بود پرونده جنایی امید برک یا همون قاتل سریالی بزرگراه کرج. نظراتتون رو در مورد این ویدیو و این اپیزود توی کامنت ها برامون بنویسید و اگه از این جور داستانا خوشتون میاد حتما کانال مرز جنون رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. مراقب خودتون باشید تا اپیزود بعدی.